دوست عزیز، من رحیم الله هستم. امروز میخوایم برایتان روش وریفای نمودن یوتیوب را در افغانستان و با شماره افغانستان را برایتان آموزش بدم. و به خاطر که بتانم برایتان راحتتر آماده بتون میرم به داخل اسکرین ریکارد گوشی خود و از اینجا برایتان راحتتر بتونم برایتان آموزش بدم. میریم به داخل اسکرین ریکارد گوشی خود. به داخل اکس ریکاردر گوشی خود از اینجا مستقیم میریم به داخل یوتیوب استودیو. وقتی که یوتیوب استودیو را باز کردیم میایم به طرف چپ این پایین کسب درآمد. اینجا را وقتی کلیک کردیم یک صفحه برای ما شما میاره. وقتی که صفحه را باز کرد اینجا مراحل بعدی درستی سنجی دو مرحله این موقع. وقتی گیره بالا از این کلیک کردیم از ما یک بان صفحه باشه از ما یوتیوب چی گوگل از ما رمز ایمیل ما میخواه. این برای ما وارد میکنم. خب بعدی را ما فشار میتونم بکنه. بعدی گیره باز کردیم ایلا صبر میکنیم. خب اینجا میخواه از ما شماره تلفن میخواه، افزودن شماره تلفن. این موقعیت خب ما بالای افزودن شماره تلفن کلیک میکنیم و اینجا کشور انتخاب میکنیم. از جایی که بیرق نشان داده میایم پایین 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 افغانستان انتخاب میکنیم. اینجا شماره تلفن دوستی ما شماره تلفن روشنم، اریبارم، اتصالاتم اینا رو امتحان کردم اما قبول نکرد. یا فقط نیمون افغان بیسی ما چون افغان بیسی ما امتحان کردم از ما را قبول کرد. به یک یوتیوب کانال یوتیوب قبلی ما که با یوتیوب ما تازه باز کردم به خاطر آموزش دادم برای شما و یوتیوب چینل اصلی خودم با چی شماره افغان بیسی وریفای کردیم. و شما میتونین اینجا بیاین شماره افغان بیسیم 0700 هر نوع شماره افغان بیسیم که داشته باشین جا وارد کنین و کانال یوتیوب خود به تایید برسم. وقتی که اینجا کانال شماره افغان بیسیم خود اینجا نوشته کردین اینجا بعدی را فشار میتین شما. چون ما این شماره وارد نکردیم از ما شماره تلفن معتبری را وارد کنید گفته برای من نوشته میکنم. ما چون نمیخوایم چینل را وریفای کنم نمیخوایم شماره را وارد نمیکنم. خب این بود روش وریفای نمودن چینل یوتیوب در افغانستان با شماره افغانستان. دوستان اگر ویدیو خوشتان آمد لایک، سابسکرایب و نظریات اجازهتان نره و همچنین منتظر نظریات، پیشنهادات، انتقاداتتان هستیم و مرا سابسکرایب کنین و زنگوله را فشار بدین تا از ویدیوهای بعدی ما بیخبر نمانین. تا ویدیوهای بعدی خدا یار و نگهدارتان. تشکر. خدا حافظ.